سلام و عرض ادب. مازیار هستم از کانال Desire to Trade 7 در خدمتتون هستم با یه ویدیو آموزشی فوق‌العاده دیگه راجع به مبحث گپ‌های پیشرفته رو می‌خوایم با هم دیگه آموزش ببینیم یا همون ادوانس گپس. حالا بچه پرسکشن گپ‌های پیشرفته رو میدونن چیه، ولی خب این گپی که امروز می‌خوایم با هم دیگه آموزش ببینیم تو هیچ کورس ایرانی نیست، خیالتون راحت باشه و اولین بار که داره با زبان فارسی تدریس میشه. این گپ‌ها با درد ستاپ‌های اسکلپ می‌خوره، یعنی توی تایم فریم 1 دقیقه و 5 دقیقه و خیلی میتونه کمکتون بکنه برای معاملات سریع. البته خب تا 15 دقیقه و 30 دقیقه هم میتونید رو چارت ببینید. و یه چیزی هم بهتون بگم، این گپ ها به قدری مهم هستن، یعنی انقدر که فشار خرید و فروش رو به ما نشون میدن با دقت. خیلی از بروکرها اینو پوشش نمیدن، یعنی شما میتونی روی چارت خودت اینا رو پیدا بکنی و اگر پیدا نکردی میتونی بفهمی که بروکر داره کندل سازی میکنه به قول معروف و شما اصلا به مارکت وصل نیستی. یعنی یه ملاکی میتونه برای ما باشه که بروکر خوب رو از بروکر بد تشخیص بدیم، چون به قدری مهمه که شما خیلی زودتر از روند میتونی خیلی وقتا وارد بشی با این گپ ها و اگر بروکری یا اگر توی چارت خودتون پیداش نکردید پیشنهاد میکنم که سریعا بروکرتون رو عوض کنید. حالا ما توی هایلایت بروکر معرفی کردیم و بالای 35 سالم سابقه داره و حتی یک اسکرین شات یا یک خطا من از این بروکر تا حالا ندیدم تو این 5 سالی که خودم دارم کار میکنم و هیچ چیزی من مشاهده نکردم. یعنی اگه مشکلی باشه حتما اطلاع رسانی میکنیم. تا الان که خدا رو شکر چیزی نبوده. پس اگر این گپ ها رو دیدین آموزش رو و روی چارت خودتون پیدا نکردین، میتونین مطمئن بشین که بروکرتون داره کندل سازی میکنه و شما به مارکت وصل نیستین. خب ما دو نوع گپ داریم توی مبحث پرایس اکشن. یه گپی که اول بازار تشکیل میشه مثل اینجا. الان دقیقاً 11 فوریه همین امروز هستیم که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم و مارکت بازه. الان این فضای خالی که اینجا تشکیل شده معمولا اول روز یا اول هفته تشکیل میشه رو ما بهش میگیم گپ. خب اینو دیگه بچه پرایس اکشن میدونن. یه گپ دیگه هم هست که حالت لایه سوم پرایس اکشن هست، بین کندل ها تشکیل میشه. یعنی کف این کندل سبز رو در نظر بگیریم تا سقف دوتا کندل بعدش، یعنی این کندل زرد، این فضای خالی رو ما بهش میگیم گپ. یعنی این فضایی که اینجا هست و این فضایی که بین این اوپن این کندل تا کلوز این کندل هست، این فضا رو ما بهش میگیم گپ. حالا من میرم روی اسلاید براتون بهتر توضیح میدم. خب من اومدم روی اسلاید پاورپوینت ادامه آموزش رو انجام بدیم. این شبکه‌های اجتماعی ما هستش، اگر ندارید دنبال ندارید حتما خوشحال میشم فالو کنید، چون اطلاعات مهمی هم توی کانال تلگراممون هم توی اینستاگرام قرار میدیم و حالا برنامه‌های آینده. خب گپ در پرایس اکشن. بریم اسلاید بعدی. ما دو نوع گپ در پرایس اکشن داریم، پرایس اکشن حرفه‌ای. یه گپی که حالا روی همه سبک‌ها احتمالاً هست و اول روز اسلاید سمت چپ و یا اول هفته تشکیل میشه این گپ ها که حالا میتونه فشار خرید و فروش به ما نشون بده، ولی معمولا اگر فاصله داشته باشه همون روز یا تو همون هفته مارکت اگر تو سایکل مثلا رنج باشه برمیگرده پرش میکنه و خیلی فشار خرید آنچنانی یا فشار فروش قوی به ما نمیده که بتونیم مثلا حالا پوزیشن های طولانی مدت روش بگیریم. معمولا پر میشه این گپی که حالا بین روز تشکیل میشه یا اول هفته. یه گپی هم ما داریم که اسلاید سمت راست گپ بین کندلی هست. یعنی گپ فاصله کف کندل حال حاضر تا سقف دو کندل بعدی در روند نزولی در روند صعودی معکوس. یعنی چی؟ یعنی فاصله کف کندل حال حاضر، این کف کندل این زرد کوچیک نزولیه، تا سقف دو کندل بعدی 1 2، یعنی سقف کندل سبز. برای ما این فاصله به معنای گپ هست در پرایس اکشن، به معنای شکاف هست و فشار خرید و فروش رو به ما نشون میده. یعنی این فاصله از اینجا تا اینجا، این محدوده برای ما به معنای گپ تعریف میشه و میتونیم ادامه این نزول رو باش بریم. یعنی حتی رو کلوز کندل شما فروختی میتونی استاپ پشت کندل بذاری، چون فشار، یعنی اینجا قیمت تو پرایس اکشن میشه گفت ندیده اینجا رو، یعنی باز شده بسته شده و اینجا هیچ قیمتی نداریم، ما هیچ کندلی نداریم، اینجا یه شکاف هست و نزول برای ما احتمالش رو بیشتر میکنه برای ریزش. یا میتونین 80% این کندل استاپتون رو بذارین برای ریزش. مثلا اگه اینجا وارد شدی اینجا استاپتو بذاری برای ریوارد 1 و حالا ریوارد 2، ولی ریوارد 1 خب معمولا اینجا احتمالش خیلی بالاتره و این فاصله رو ما میگیم گپ. ولی حالا گپ پیشرفته که میخوام بهتون بگم خیلی با این داستان فرق داره. یعنی
بیشتر تو تایم فریم من خودم M1 1 دقیقه استفاده میکنم. ستاپ‌های اسکلپ خیلی زیادی بهم میده و خیلی وقتا شما میتونید حتی چند ساعت زودتر از روند هم باش وارد بشید. خیلی ستاپ‌های خوبی بهتون میده. میگم رو 5 دقیقه و 15 دقیقه هم هست، ولی خب خیلی به درد اسکلپ را میخوره چون فشار خرید و فروش خوبی بهمون میده. حالا یه مثال سعودی هم رو همینجا بزنم. حتی همین فاصله در روند سعودی گفتیم معکوس، یعنی فاصله سقف کندل حاضر، این کندل و کف 2 کندل بعدی، 1 2 این کف، این فاصله کوچیک، این فضای خالی برای ما میشه گپ. فاصله سقف کندل تا کف 2 کندل بعدی، این فضای خالی برای ما میشه گپ. حالا باز رو روند نزولیش فاصله این کف کندل حاضر تا سقف 1 2 کندل بعدی، سقف این کندل، این فضای خالی برای ما میشه گپ. اینجا این مود پرسکشن حرفه‌ای، حالا بچه‌ها میدونن، کسی که لایه سوم کار کرده باشن، مخصوصا کورس آموزشی استاد پورصمدی، میدونن که این فاصله رو ما بهش میگیم گپ. حالا بریم اون گپی که من مد نظرم هست و توی ستاپ‌های اسکلپ باش کار میکنم رو با هم دیگه ببینیم. خب این اسلاید و اسلاید بعدی رو بچه‌ها خیلی دقت بکنید، چون این شاید بعضی‌ها درست متوجه نشن. ما به این مبحث گپ‌های پیشرفته میگیم گپ اوپن بار. حالا بار به معنی کندل هست و گپ هم که گپه و اوپن هم که به معنای اوپن کندله. گپ اوپن بار این ریزترین حرکت پرسکشن در مبحث گپ ها هست و خیلی میتونه کمکمون بکنه برای ریوارد های 1 و 2 در اسکلپ و حتی خیلی بالاتر. یعنی خب ریوارد بالاتری میده، ولی برای اسکلپ ها هم ریوارد 1 و 2 کفایت میکنه در طولانی مدت اگر خودشون رو محدود بکنن به تعداد ضرر و سود خاصی و طبق پلنشون عمل بکنن. خب این گپ اوپن بار چی میگه؟ میگه اگر کندل حال حاضر بالاتر یا پایینتر از کندل قبلی باز شود، آن را گپ اوپن بار مینامیم. سمت چپ بچه‌ها این کندل سعودی رو ببینین. این کندل اینجا اوپن شده، من به جای اوپن او میذارم، اینجا اوپن شده و رفته بالا، اینجا کلوز شده. رو کلوز من سی میذارم، اینجا اوپن شده، اینجا کلوز شده. کندل بعدی که خواسته باز بشه چمپی بالاتر از کلوز این کندل باز شده، یعنی این فضای خالیه، یه گپ ایجاد شده برای ما. یعنی اون لحظه به قول معروف خرد جمعی یا تفکر جمعی تریدرها به این صورت بوده که بازار میخواد صعود کنه و همزمان همه بای زدن و این اوپن کندل به جای اینکه اینجا باز بشه، هم سطح کندل قبلی باز بشه، چمپی بالاتر باز شده، یعنی فشار خرید به شدت زیاد بوده و کندل سعودی بسته شده. پس اینجا ما میتونیم ادامه روند سعودی رو داشته باشیم. اوپن کندل سبز دوم بالاتر از کلوز کندل قبلی است. پس این میشه گپ اوپن بار. منظور من از گپ اوپن بار همین گپ بین کندلی هست. این کندل اینجا کلوز شده و کندل بعدی پریده بالا اوپنش، یعنی بالاتر اوپن شده و فشار خرید به شدت زیادی داشته و اینجا ما میتونیم ادامه روند سودی داشته باشیم و ستاپ‌های اسکلپ خیلی زیادی بهمون میده. خودتون میتونید بک تستش رو بگیرین و حالا نسبت به روانشناسی و استراتژی خودتون روش کار بکنید. همه جا هم بچه‌ها اینا رو نباید استفاده بکنیم. اینم بهتون بگم. اینو معمولا روی سطوح ساپورت رزिस्टنس خیلی مهم، سطوح حمایت مقاومت خیلی مهم، یا مثلا روی اعداد روند به شدت جواب من روی اعداد روند خیلی ازش استفاده میکنم و خیلی ستاپ‌های اسکلپ خوبی میده. چون ما معمولا ریورس داریم روی اعداد روند. حالا روی چارت من میرم مثال همه اینا رو براتون میزنم که کاملا جا بیفته، ولی فقط اینجا روی اسلاید ما باید یه تئوری یاد بگیریم که این گپ اوپن بار دقیقاً چی هست و روی هر چارتی هم اینا رو شما میتونید ببینید. فقط نکته مهمی که اول ویدیو گفتم رو بچه‌ها یادتون باشه، اگر این گپ ها رو مثلا فاصله اوپن و کلوز و اوپن کندل بعدی رو به این صورت روی چارتتون ندیدین، بدونید که احتمالاً بروکرتون داره کندل سازی میکنه و سریعا بروکرتون رو عوض بکنید، چون این گپ ها به قدری مهم هستن که بعضی بروکرها اصلا این گپ ها رو پوشش نمیدن. و حالا بگذاریم دیگه. دیگه ایرانی هم که هستیم، حالا با ایرانی که خیلی سخت کار میکنن، ولی خب این بروکری که ما هستیم خدا رو شکر که همه جوره هم پشتیبانی فارسیش اوکیه و هم به قول معروف 24/7 24 ساعت پشتیبانی میکنه تلفنی و کمتر از 15 دقیقه جوابتون رو میده و این گپ ها رو پوشش میده و کندل سازی هم نمیکنه. موقع اخبارم استیپیج نداره، میشه گفت خیلی کمه.
و به راحتی میتونید باش کار بکنید. حالا ادامه روند سعودی روی گپ اوپن بار یه مدل دیگه هم هست. یعنی یه کندل سعودی ما اینجا داریم که اینجا اوپن شده و اینجا کلوز شده. حالا کندل بعدی به جای اینکه بپره بالا اوپنش پریده پایین، اینجا اوپن شده و از اینجا صعود کرده رفته بالا، اینجا کلوز شده. یعنی اون لحظه به جای اینکه اینجا کندل باز بشه، به جای که اینجا اوپن بشه همسط این که معمولا 90% مواقع باید اینطور باشه، اومده پایین اوپنش و از اینجا صعود کرده رفته بالا. یعنی فشار خرید به شدت زیاد بوده اون لحظه و همه تریدرها هم نظر بودن که روند صعودی قراره ادامه پیدا بکنه و اوپن کندل دوم پایینتر از کلوز کندل قبلی است. پس این دو مدل، حالا میتونین این سفر اسکرین شات بگیرین، چند بار بهش نگاه بکنید و این متن رو بخونید که براتون جا بیفته. اوپن کندل دوم، این کندل سبز، پایینتر از کلوز کندل قبلی است. این برای ما فشار خرید ایجاد میکنه و ادامه روند صعودی رو خواهیم داشت. حالا برای ریورسال و برگشت روند نزولی، اسلاید سمت راست رو مشاهده کنید. برای روند نزولی ما یک کندل سبز داریم که اینجا اوپن شده و رفته بالا، اینجا کلوز شده. حالا شرطشو کاری نداریم، اینجا کلوز شده روی این سطح. معمولا باید اینجا کندل بعدی اگر میخواد نزولی باشه باز بشه، یعنی هم سطح این اوپن بشه بعد بره پایین کلوز کنه. ولی اوپن کندل بعدی اینجا میبینیم که برگشته پایین چند پیپ. یعنی اینقدر فشار فروش در اون لحظه زیاد شده و تریدرها هم نظر بودن طبق حالت تفکر جمعی که دارن و همه سل زدن، اینجا اوپن شده. این فضای خالی رو ما بهش میگیم گپ. ما اینجا رو بهش میگیم گپ اوپن بار. این فضای خالی برای ما گپ ایجاد کرده و اوپن کندل پریده پایین و نزول کرده. اوپن کندل دوم که این کندل نزولی باشه پایینتر از کلوز کندل قبلی است. یعنی این برگشت روند رو داره به ما نشون میده، یعنی فشار فروش. و من در اینجا حالا اگر تو لایو مارکت باشم سریعا روی این کندل سل میزنم با استاپ همین پشت گپ یا پشت این کندل سعودی و برای ریوارد 1 و 2 خارج میشم و ریت اسکلپ هم به شدت بالاست، بالای 70%. و یه مدل روند نزولی دیگه هم داریم، گپ اوپن بار نزولی، که کندل سعودی اینجا اوپن شده توی لایو مارکت. من اینو پاک بکنم. اینجا اوپن شده. عذر میخوام اسلاید قبلی. این کندل ای بابا این کندل اینجا اوپن شده و اینجا کلوز شده و کندل نزولی بعدی پریده بالاتر از کلوز، یعنی اینجا باز شده، اینجا اوپن شده و از اونجا نزول کرده رفته اینجا کلوز شده. و این فضای خالی برای ما به معنی گپ اوپن بار هست. این فضای خالی که چمپی پریده بالا و کندل کلوز کرده، این به معنی گپ اوپن بار هست. پس اینجا پایینتر از کلوز کندل قبلی بود، اینجا بالاتر از کلوز کندل قبلیه و فشار فروش برای من ایجاد میکنه. یعنی اون لحظه انقدر تریدرها اینجا سل زدن روی این سطح که اصلا اینجا باز نشده، کندل بعدی نزولی بعدی پریده اینجا باز شده و از اونجا نزول کرده پایین و اینجا ما میتونیم سلمون زیر این کندل به حال با اوردر سل استاپ یا با اوردر مارکت اوردر بگیریم و برای ریوارد 1 و 2. حالا من معمولا 1 کنیم خارج میشم روی ستاپ‌های اسکلپ چون تعداد پوزیشن هم بالاست، ولی برای ریوارد 1 و 2 عالی اگه بتونیم روش کار بکنیم. پس اوپن کندل دوم بالاتر از کلوز کندل قبلیه و این به معنای فشار فروش برای ما هست و میتونه خیلی بیشتر از این هم نزول بکنه. حالا روی چارت میتونیم حالا روی عدد روند مثالش رو با هم دیگه ببینیم. خب بریم اسلاید بعدی. این گپ اوپن بار بچه روی این اسلاید بعد از کندل سعودی بود که همه اینا کندل سعودی بودن، بعدش کندل سعودی بود و اینم کندل سعودی بود اسلاید سمت راست و کندل بعدش کندل نزولی بود. حالا با هم دیگه بریم گپ اوپن بار بعد از کندل نزولی رو ببینیم. خب گپ اوپن بار بعد از کندل نزولی، اسلاید قبلی بعد از کندل سعودی بود، 4 حالت مختلف داشتیم، 2 تا برای صعود 2 تا برای نزول. حالا گپ اوپن بار بعد از کندل نزولی 2 تا برای صعود 2 تا برای نزول. سمت چپ رو بچه نگاه بکنین. یه کندل نزولی دارم که اینجا اوپن شده تو لایو مارکت، اینجا کلوز شده، اوپن شده رفته پایین کلوز کرده. کندل بعدی به جای اینکه بیاد اینجا اوپن بشه، اینجا اوپن شده، چند پیپ بالاتر اوپن شده و رفته بالا، اینجا کلوز کرده. این فضای خالی برای من ایجاد گپ میکنه. اینجا اوپن کندل دوم که کندل سبز باشه
بالاتر از کلوز کندل قبلی است، بالاتر از این کلوز کندل نزولیه و این به معنای فشار خرید هست و من اینجا میتونم وارد پوزیشن بای بشم برای ریوارد 1 و 2 که حالا خیلی وقتا میگم مثلا شما زودتر از ترند و اخبار وارد میشین، یعنی ریواردهای وحشتناکی میده. ولی خب این ریواردهای بزرگ ما همیشه نمیتونیم بگیریم، بهتره که همون اسکلپ ها رو انجام بدیم با احتمال موفقیت بالاتر، چون هرچی ریوارد پایینتر باشه احتمال موفقیت ما بالاتر هست. پس اوپن کندل دوم بالاتر از کلوز کندل قبلیه و فشار خرید ایجاد کرده و روند صعودی ادامه خواهد داشت. برای دوره همون فشار خرید که روند صعودی هست، یه مدل دیگه هم داریم که اینجا کندل اوپن شده رفته پایین توی لایو مارکت و اینجا کندل کلوز کرده و حالا به جای اینکه همسطح این کندل اوپن بشه، کندل صعودیمون اینجا اوپن شده پایین. من یه تصویر بیارم پایین تر، فکر میکنم شما پایین رو نمیبینید، یه چند لحظه عذرخواهی میکنم. کندل صعودی اینجا اوپن شده، یعنی فشار خرید و رفته بالا اینجا کلوز کرده، اینجا اوپن شده اونجا کلوز کرده و این فضای خالی برای ما به معنای گپ اوپن بار هست. اوپن کندل دوم که کندل صعودی باشه پایینتر از کلوز کندل قبلی است. این کندل اینجا کلوز شده و کندل بعدی پریده پایین، انقدر که فشار خرید زیاد بوده و تریدرها بای زدن رو این سطح پایینتر باز شده و صعودی بسته شده. پس من اینجا وارد پوزیشن بای میشم حالا برای ریوارد 1 و 2 برای ادامه صعود. حالا بریم برای نزولش هم با هم دیگه ببینیم. خب روی روند نزولی حالا مثل همون اسلاید قبلیمون که سمت چپ اینجا صعود داشتیم، اینجا نزول داریم. کندل نزولی ما اینجا اوپن شده توی لایو، اینجا کلوز شده. اوپن کندل نزولی ما پریده پایین و این فضای خالی اینجا برای ما گپ هست. این کندل اینجا اوپن شده به جای اینکه همسطح این کندل نزولی اوپن بشه و اینجا کلوز کرده. اوپن کندل دوم پایینتر از کلوز کندل قبلی است، پایینتر از کلوز کندل قبلی است و این فشار فروش رو به من داره نشون میده و ادامه روند نزولی. دوباره سرتون رو درد نیارم، ادامه روند نزولی یه حالت دیگه هم داره که به جای پایینتر بودن از کلوز کندل قبلی بالاتر از کلوز کندل قبلی است، یعنی اینجا این کندل اینجا اوپن شده اینجا کلوز شده توی لایو مارکت و کندل بعدی پریده بالا اوپنش، یعنی به جای اینکه همسط اینجا باشه اینجا اوپن شده و اینجا کلوز کرده و من میتونم سلمو باش بگیرم و ادامه روند نزولی برم. اوپن کندل دوم ما بالاتر از کلوز کندل قبلی است، بالاتر باز شده و این به معنای فشار فروش است. حالا فکر می‌کنم روی چارت اگه براتون چند تا مثال بزنم خیلی بهتر جا میفته. با هم دیگه بریم روی چارت. خب بچه روی چارت یه چند تا مثال با هم دیگه ببینیم. فقط نکته خیلی مهم، اینو هر جایی نباید روی چارت استفاده بکنین، یعنی سعی بکنین که حالا روی لول‌های مهم، ساپورت رزिस्टنس های مهم که حالا خودتون استفاده میکنین یا اعداد روند، مثلا این خطوطی که حالا من کشیدم این رنگش هم بهتون نشون بدم، این رنگش اینه. حالا اگه میخواین روی چارت اذیتتون نکنه میتونید از این رنگ استفاده بکنید یا حالا از هر رنگی که خودتون صلاح میدونید. فقط روی اعداد روند یا ساپورت رزिस्टنس های مهم استفاده بکنین گپ اوپن بار، چون اگر هر جایی بخوایم استفاده بکنیم و مخصوصا تحلیل زمانی رو روش دخیل نکنیم، مثلا از یه تایمی به بعد اگه روش ترید نکنیم، اون بازدهی که باید رو بهمون نمیده، چون احتمال موفقیتش بالای اسکلپ هست، ریواردش هم حالا 1 به 1 1 به 2 هست. بهتره که روی اعداد روند، حالا من $100 روی داو جونز استفاده میکنم، شما میتونید $50 هم استفاده بکنید، یعنی اینجا هم یه عدد روند 44450 رو اضافه بکنیم. روی عدد روند بهتر. حالا من روی تایم فریم M1 هستم یو اس کش برای اسکلپ، چون خیلی کاربرد داره من مثالش رو سعی میکنم همین رو همین تایم فریم M1 براتون بزنم. مثلا از همون ساعت 15:30 به بعد، الان اینجا 15:36، اینجا مثلا رو همین کندل نگاه بکنید بچه‌ها، 44500 دلار یو اس کش هستیم تایم فریم M1. این کندل زرد رو میبینید، من یه مقدار زوم کنم. خب این الان بعد از کندل صعودی کندل نزولی تشکیل شده، این کندل کلوز کرده. کندل بعدی رو نگاه بکنید اوپنش کجاست. من روی پاورپوینت هم بیارم. خب الان یه کندل نزولی داریم بعد از کندل صعودیمون
گپ اوپن بار بعد از کندل صعودی میشه. این کندل سبز اینجا اوپن شده، اینجا کلوز کرده، کندل بعدی یه مقدار بالاتر اوپن شده، یعنی اون لحظه انقدر که سل زدن سل تریدرها فشار فروش خیلی بیشتر بوده. روی سطح عدد رند 44500 هم هستن، پس این خیلی میتونه نکته مهمی باشه. یعنی لایو مارکت اینجا بوده، روی عدد رند قیمت استاپ کرده و یه کندل خوب نزولی با گپ اوپن بار داده. من اینجا وارد پوزیشن سل میشم. حالا برای ریوارد یک فده، حالا روی یک هم میتونیم فری بکنیم، اصلا برای کلا تارگت هامون رو میتونیم بذاریم عدد رند بعدی. حالا تو بک تست اگر بگیرید متوجه میشید که عدد رند هم میتونه تارگت های خوبی باشه. الان روی پاورپوینتمون نگاه بکنین سمت راست رو، دقیقاً همین کندل هست، برگشت روند نزولی. اوپن کندل دوم بالاتر از کلوز کندل قبلی است، بعد از کندل سعودی، دقیقاً همین چیزی که الان روی چارت با هم دیدیم، یه کندل سعودی، کندل بعدی کندل نزولی و وارد پوزیشن سل میشیم، چون فشار فروش رو به ما داره نشون میده. حالا بریم یه مثال دیگه بزنیم. دوباره همینجا رو عدد رند میبینید بچه‌ها، اینا رو زوم کنم دیگه، خیلی زوم شد. امیدوارم واضح باشه روی حال مانیتور شما. این کندل پینبار رو میبینید روی عدد رند 44500، خودش اصلا یه نشونه سله. کندل بعدیش اوپنش پریده بالا مثل اینجا و کلوز کرده به سمت پایین، یعنی اون لحظه همین شادو میتونه فشار سل به ما نشون بده که تریدر وارد پوزیشن سل شدن، همزمان همه سل زدن، هم گپ اوپن باری که دارم. اینا رو البته یه مقدار بچه‌تون عادت بکنه، یه مقدار که روی چارت خودتون ببینید، اینو میتونید خیلی بهتر پیدا بکنید بعد از این مدت. کلا روی عدد رند خیلی بهتر جواب میده. الان اینجا من دارم میبینم خیلی یه مقدار خیلی ریز پایینتره اوپنش و فشار فروش داره نشون میده. من روی تایم فریم M1 هستم. حالا شما اگه روی 5 دقیقه یا 15 دقیقه هم بخواید ترید بکنید میتونید همین گپ اوپن بار رو استفاده بکنید ازش. حالا بریم جلوتر روی عدد رند مثال بزنیم. تایمینگ هم خیلی رعایت کنیم، چون اگر تایمینگ رو دخیل نکنیم، هر تایمی از چارت بخوایم ترید کنیم یه مقدار بازیش به هم میخوره. حتی روی مووینگ اوریج 60، این استراتژی رو من روی طلا یاد داده بودم روی ویدیوی اولمون روی EMA 60. الان اینجا میبینید یه کندل نزولی با گپ اوپن بار باز شده، یه کندل سعودی دارم که رفته بالا، اینجا کلوز کرده، این کندل اینجا کلوز کرده، کندل نزولی اینجا باز شده چند پیپ بالاتر، اینجا باز شده، به جای اینکه هم سطح کلوز این کندل سعودی من باشه بالاتر باز شده، یعنی فشار فروش. روی EMA 60 هم میتونید کار بکنید. یعنی حالا همه این ویدیوهایی که ما داریم آپلود میکنیم توی چنل یوتیوب قرار نیست همش رو شما به عنوان استراتژی استفاده بکنید. هر کدوم که باش راحتین بک تست گرفتین اوکی بود. من فایل خالی بک تست هم گذاشتم توی کانال تلگراممون. یه 150 تا 300 تا بک تست رو میگیرین، یه ریتی ازش در میاد. حالا با هر استراتژی که راحت‌تر بودین، این استراتژی یه مقدار سرعت میطلبه از تریدر. معامله‌گر باید خیلی سریع عمل کنه با موس، یعنی با در لحظه لایو مارکت خیلی باید سریع تصمیم بگیرید. یعنی این تشکیل شد، شما بک تست تو گرفتی 150 300 تا رو دیگه سر تو اینجا میزنی، کاری نداری که اصلا شرایط مارکت چیه، خبر مثلا داریم بعدش نداریم دیگه. شما باید سر تو با استاپ همین پشت بزنی برای ریوارد 1 و 2. فقط سایکل هم میتونید بعضی اوقات دخیل بکنید اگر دیدید که این مقدار سخت میشه براتون، ولی به نظر من رو همون عدد رند خیلی بهتر. الان اینجا رو نگاه بکنید، من چشم دیگه عادت کرده. یک کندل سعودی دارم که اینجا کلوز شده، اینجا کلوز شده. این کندل زرد باید هم سطح این اوپن بشه بره پایین، ولی چند پی پایینتر اومده اوپن شده. یک کندل فوق العاده خوبی هم هست، ظاهرش خیلی خوبه، یعنی نشون دهنده اینه که سلرها همزمان اینجا وارد مارکت شدن. پس من اینجا سرمو با این کندل با خیال راحت میزنم، چون روی عدد رند 44700 هم هستم. این سمت راست رو ببینید 44700 دلار و حالا برای ریوارد 1 و 2 میتونم صبر بکنم. کلا تارگت همون میتونیم عدد رند هم بذاریم، یعنی عدد رند بعدی هم اینجا تاچ شده و یه توقفی داشته، پول بک زده و اینجا با 1/10 اگه وارد بشیم $100 پوله. الان با دلار امروز 90500 تومان، 9,500,000 تومان سود خالصه. یعنی با کمترین حجم ممکن شما 100 هم بزنی $10 میشه 950,000 تومان. با دلار امروز 17 فوریه هستیم 2025. البته این عدد هم به زودی احتمالاً برای ما رویا میشه تا چند ماه دیگه. و سعی کنید که همیشه مدیریت سرمایه رو روی اسکلپ به شدت رعایت کنید. یعنی اگر قراره که مثلا شما 7 تا پوزیشن، چون اسکلپرها معمولا تعداد پوزیشناشون خیلی بیشتره، 7 تا پوزیشن اگر قراره بزنید ریسکتون رو تقسیم بکنید. مثلا اگر قراره 3% در طول روز حسابتون ضرر ببینه، اگر قراره ضرر ببینه که هیچ وقت پشت سر هم ضرر نمیبینه،
شما مثلا 0.4% روی هر پوزیشن ریسک بکنین که بشه مثلا 2.8% در طول روز. یعنی یه جوری تقسیم بکنی که حالا 7 پوزیشن هم میگیری در کل 3% حسابت بیشتر آسیب نبینه. الان اینجا مثلا 2 بعد از ظهر هست، میذاریم استراتژیمون رو بر این اساس که ما اینجا میبینید چقدر قشنگ اینجا بریک کرده، واقعا آدم لذت میبره. بریک کرده، پول بک زده روی عدد روند $44600 و رفته بالا. حالا اینجا من دارم چی میبینم؟ تایمینگم مثلا اگر 15:30 به بعد پری مارکت نیویورک باشه، من دارم یه پینبار خیلی تمیز و خوشگل روی مووینگ اوریج 60 میبینم. این اینجا اوپن شده، اینجا کلوز شده. این کندل رو نگاه بکنید چه گپ اوپن باری داره. این دقیقا میشه کدوم مثال ما بعد از کندل نزولی. بریم روی پاورپوینت. گپ اوپن بار بعد از کندل نزولی دقیقا میشه این سمت چپیه. یه کندل نزولی دارم، کندل بعدی سعودی من چمپی پایینتر اوپن شده رفته بالا، یعنی فشار خرید برگشت روند سعودی. اوپن کندل دوم پایینتر از کلوز کندل قبلی است. اوپن کندل دوم من یه مقدار زوم کنم. اوپن کندل دوم من که این کندل سبز باشه اینجا باز شده. این کندل پینبار اینجا اوپن شده، اینجا کلوز شده. به جای اینکه اینجا اوپن بشه کندل بعدی هم سطح این کلوز کنه، اومده هم سطح این اوپن بشه، اومده پایینتر اوپن شده، خیلی هم پایینتر. یعنی این فضای خالی از اینجا تا اینجا برای من گپ اوپن باره. این پایین اوپن شده و رفته بالا صعود کرده و روی عدد روندم هست. من دیگه اینجا باید پوزیشنم یا با استاپ پشت کندل یا پشت کندل قبلی بگیرم برای ریوارد بالاتر، که دقیقاً هم اینجا دوباره می‌بینیم ریوارد تقریبا 8.9 روی عدد روند بعدی بهمون داده. یعنی تارگت ما میتونه عدد روند بعدی هم باشه، حتی با یه استاپ خیلی منطقی و خوب، تقریبا 10 پیپ. یعنی شما اگه اینجا 1/10 پوزیشن میزدی $10 استاپت بود، $100 سودت بود. حالا همیشه همین ریوارد قرار نیست بهمون بده، چون من بک تستی هم که خودم گرفتم معمولا اون ریوارد 1 و 2 خارج بشیم خیلی بهتره به نفعمون، چون هم اعصاب روانمون راحته. قرار نیست انقدر توی پوزیشن بمونیم 60 تا کندل 5 دقیقه‌ای و راحت میتونیم از پوزیشنمون خارج بشیم هم 10 دقیقه بعد. ولی خب میگم تارگت میتونه عدد روندم باشه، چون یه چیزی که خیلی محاسبش راحته و اینو HFT ها و کامپیوترهای الگوریتم تریدینگ که دارن روی بانک ها ترید میکنن و معامله میکنن معمولا تارگتشون روی اعداد رونده. استاپ هم داره 100% بچه‌ها این گپ اوپن بار استراتژیش، ولی خب در کل پوزیشن اسکلپ خوب میده. یعنی ما صبر میکنیم که حالا مثلا روی عدد روند بیاد، حالا اینجا مثلا 1 لگ زده 2 لگ زده، ولی خب گپ اوپن باری نداریم. اگر بخوای با گپ اوپن بار اینجا ترید بکنی چیزی نمیبینی. کلا میتونیم روی عدد روند منتظرش باشیم و وارد پوزیشن بشیم. بریم یه مثال نزولی هم بزنیم. الان اینجا مثلا 1 لگ داریم، دوباره اینجا یه پینبار سعودی به من داده، ولی کانتکست گذشته من نزولیه و این کندل هم اینجا کلوز کرده، کندل سبز. کندل بعدی من اینجا اوپن شده، پینبار اومده پایین، یعنی فشار فروش داره نشون میده و اینجا میتونم حالا پینبارش سعودیه ولی من میتونم اینجا روی گپ اوپن بار ریسک کنم و سلمو با کلوز کندل بزنم و ریوارد 1 و 2 بگیرم. اینو فقط یه مقدار باید بک تستشو بگیرید حتما که چشمتون عادت بکنه. و عدد روندم من توی ویدیو آموزش داده بودم بچه‌ها که روی حالا خطی که میندازین کلیک راست که بکنین، هاریزونتال پراپرتیز که بزنین اینجا میتونین 44,600 رو وارد بکنین و اوکی بزنید که خودش عدد روند براتون فیکس بشه. اینجا الان خیلی دارم گپ اوپن بار میبینم ولی حالا قرار نیست همشو بگیریم، بیشتر روی همون عدد روند سعی کنید مانور بدین. الان اینجا مثلا زیر مووینگ اوریج اوپنش پریده بالاتر. بریم روی عدد روند، همون تایم 15:30 بعد امروز، الان دقیقاً همین امروز مارکت لایو مارکت 17 فوریه. حالا الان تایم لندن هستیم دیگه. این گپ اوپن باره که بچه انقدر فاصله هست روی عدد روندم نیست که به نظر من روش ریسک نکنید. حالا اینجا مثلا اگه روی عدد روند خوبی بود میشد روش ریسک خوبی کرد. الان این کندل اینجا کلوز شده، اینجا اوپن شده، اینجا کلوز شده، کندل بعدی اینجا اوپن شده، خیلی فاصله است بین اینا، 2 پیپه و داره فشار فروش رو نشون میده. یه 2 سقف هم برای من تشکیل داده. میگم ترکیبی از استراتژی های مختلف میتونه باشه برای ما. گپ اوپن بار خوبی دارم، روی 2 سقف هستم، میتونم اینجا پوزیشن سلمو بگیرم چون خیلی تمیز گپ اوپن بار داده به من. اوپن کلوز، چند پیپ هم فاصله داره و فشار فروش خوبی داره میده. کندل بعدیش هم که میبینیم، حتی کندل بعدیش هم گپ اوپن بار داره. این کدوم گپ اوپن بار میشه؟ بریم روی پاورپوینت، میشه این سمت راستیه.
این اینجا اوپن شده، اینجا کلوز شده. کندل بعدی اوپنش بالاتر از کلوز کندل قبلیه. دقیقاً همون چیزی که الان روی چارت داریم می‌بینیم. این کندل بالاتر از کلوز این کندل زرد کوچیک. این کندل زرد این. من فلش‌ها رو پاک کردم از روی چارت. این کندل زرد اینجا کلوز شده، این کندل اینجا اوپن شده. من چند بار توضیح میدم، عذرخواهی میکنم شاید برای بعضی جا نیفته، واسه همین هی اوپنش رو توضیح میدم. اینجا اوپن شده بالاتر از کلوز و فشار فروش خوبی داره به من میده. حتی روی این کندل بزرگم فول بادی هم من اینجا وارد بشم ریوارد 1 و 2 رو گرفتم. ریوارد 1ش خیلی احتمال موفقیتش بالاست. و بازم میگم روی عدد روند بهتر که پیداش بکنیم، چون اگه هر جایی بخوایم ترید بکنیم 100% ضرر میکنیم و از نظر روانشناسی هم کار درستی نیست. الان اینجا هم روی مووینگ اوریج یک گپ اوپن بار خوب داده، کلوز کرده، شاید هم همینجا میتونستیم یه اسکلپ خوب انجام بدیم. روی 5 دقیقه هم میشه پیداش کرد. حالا روی 5 دقیقه هم یکی دو تا مثال با هم دیگه ببینیم. روی اعداد روند خیلی زیاده واقعا. روی اعداد روند من باید یکی دو تا مثال خوب براتون پیدا بکنم که واضح باشه. الان روی اعداد روند مثلا همین 44300 مارکت یه لگ خوب زده، یه کندل سعودی خوب دارم. این کندل اینجا اوپن شده، اینجا کلوز شده و کندل بعدی یه چند پی پایینتر اوپن شده و بالا کلوز شده. روی عدد روندم هست. روش برای اسکلپ میتونم برای ریوارد 1 و 2 وارد بشم. دوباره روی عدد روند اینا تقریبا اوپن این کندل یه مقدار پایینتر از کلوز کندل قبلیه. روی عدد روند هم هست، ولی خب قطعا اینجا استاپ می‌خوردیم چون بعدش هم خبر داشتیم نمی‌شد ریسک خوبی روش انجام داد. اینجا قطعا حالا ریوارد 1 رو داده ولی استاپ می‌خوردیم. بیشتر روی همون عدد روند روش مانور بدین. روی 15 دقیقه هم هست، ولی خب برای بچه‌ای که اسکلپ میکنن همین تایم فریم M1 و M5 5 دقیقه کفایت میکنه برای اسکلپ. الان روی عدد روند اگر با این کندل نزولی، چون این کندل اینجا کلوز کرده، کندل بعدی پایینتر اوپن شده، اگه پشت این کندل میذاشیم با این شادو استاپ میخوریم، ولی خب با سیگنال بعدی دوباره میتونیم وارد بشیم. حتی این کندل که روی عدد روند 44400 هست، این کندل سعودیمون اینجا کلوز شده، کندل بعدی یه مقدار پایینتر اوپن شده و پایین کلوز کرده. گپ اوپن بار نزولی داریم بعد از کندل سعودی. این فاصله گپ اوپن بار هم سطح اوپن نشده کندل نزولی ما و روی عدد روند باش وارد میشم. دقیقاً هم روی تارگت 44300 اینجا تیک پروفیت خیلی ها بوده. میبینین چه شادویی داده. ریوارد 4 مون رو راحت داده. ریوارد تارگت همون میتونه عدد روند باشه، خیلی سودای خوبی میده. خب من دیگه سرتون رو درد نیارم. فکر می‌کنم حالا از پاورپوینت و توضیحاتی که دادم متوجه شدین کامل. بک تستش رو حتما خودتون بگیرید و اگر سوالی هم راجع به این استراتژی داشتین حتما توی اینستاگرام ازم بپرسین. خوشحال میشم نظرتون رو بدونم و امیدوارم که براتون مفید باشه. حتما هم کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین، چون خیلی قراره آموزش‌های حرفه‌ای تو این کانال آپلود بکنم که امیدوارم برای هر شخصیتی که داره ترید میکنه با ارزش باشه و بتونه روش ترید کنه، چون شخصیت‌ها متفاوتن. بعضی از شخصیت‌ها هیجانی ان، بعضی از شخصیت‌ها یه مقدار آرومترن، حالا بعضیا دو شخصیتی ان، هم میتونن هولد کنن، هم میتونن اسکلپ کنن، هم میتونن سوینگ بگیرن. ولی سعی میکنم تمام چیزایی که خودم استفاده میکنم رو حتما بهتون توضیح بدم تو این چنل و متناسب با شخصیت خودتون بتونید استراتژیتون رو اپتیمایز کنید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. پیروز و موفق باشین. ارادت. خدا نگهدار.